لجودك منتهى شكري وتبجيلي، ففضلك فاق وصفي فاق تصويري، وخيرك فوق مسألتي ودعواتي، وسترك عند ذنبي رغم تقصيري. لجودك منتهى شكري وتبجيلي، ففضلك فاق وصفي فاق تصويري، وخيرك یکی از بلبلان تاجیک با نام قاری احمد در یوتیوب شبکه خود را دارد، یعنی با نام خودش قاری احمد. مثل که کانالش در زیر همین ویدیو میمونم، حتما در اومده آبونه شوین، دستگیری کنین. قاری بچه را، طالب علم را ان شاء الله که اجر و ثواب دارد. بسیار صدای فاره می دارد. خودتان یک در اومده گوش کنین. اگر برایتون پسند باشد، خوشمند باشین، آبونه شوین. خداوند نگهبانتون. سرکش در زیر همین ویدیو هست. گر توانی یک دلی بشکسته را شاد کن، گر خدا مال دهد بیچارگان را یاد کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هموطنان و هواداران شبکه صدای امید. امروز یکی از برادران تاجیکمان از شهر روسیه با نام پرویز زیاده از 371 لباس تابستانه برای کم بضاعت و معیوبان و بیچارگان روان کردگی هست. ما در چندین جایها تقسیم کردیم. سبته که شما الحال دیدین، یک قسمش برده در اینجا دادیم. الله مهربان دعا میکنیم که خداوند در کسب کار این برادر برکت عطا بفرماید و دعاگو هستیم که خداوند صف این گونه برادران را زیاد بگرداند. ببینین که از وطن بیرون است اما غمخوار وطنش است. برای معیوبان و کم بضاعتان و بیچارگان وطنش دست کمک خش رسونده است. بعضی ها از خیر کردن میترسند. میگم من خیر کنم آه مولم کار میشود، جمع 5000 تومان خیر کنم 5000 تومان سوختم. برادری عزیز، خدا میگه تو یک سوم خیر که من 10 سوم بهت میتیم. از جای میدیم که خودت خبر نداری. همین را دانسته بانی که صدقه دادن بهتر از همه کاری خیر است. صدقه هم مالت زیاد میکنه، هم از همه بلاها نگاهت میداره، هم از عذاب قبر نگاهت میداره. در روز قیامت سایبانت میشوه. ان شاء الله روز قیامت از جهنم تر رها میکنه. این دنیا و آخرت آباد میگردونه. و هم 10 سومان خیر میکنی، خدا 100 سوم میتیه. نگاه کن، مهربانی خدا را میگه خیر میکنی. اگر 10,000 تومان هم که خیر کردی، خداوند همون 100,000 تومان کرده میتیه. هم در نامه اعمال او قدر خیر و صدقه که خدا کتابت میکند، هم از بلاها نگاهت میداره، از تمام آفتها نگاهت میداره به سبب ان همین صدقه دادن. از صدقه دادن نترسین. با دلی پر هر جایی که خیر کردنی هستین خیر بکنین. بدونین که خداوند از جایی به شما رزق میدهد که شما خود درک ندارین. بازم میگویم که خداوند در کسب کار این برادر برکت عطا بفرماید. و مثل این برادر بعض شخصیت هایی هستند که دست کمک به معیوبان و کم بضاعتان دراز میکنند. خداوند همیشه نگهبانشان باشد. ما اگر دست یتیمی را گیریم، خدا دست ما را میگیرد. بگیر دست فقیر و بینوایان، ترحم بر کسانی بینوا کن. البته ما و شما باید غمخوار باشیم. وقتی که خدا داد مونه باید که بتیم، چون که همون مالی که تو داری از جانب خدا هست، نعمت خدا هست، خدا به تو داده است. وقتی خدا دادت به یک کم بضاعت بده. خليك هنا.
مایه خالی کنی همه আকাশানি গমে কিনে রাস্তা কর লোক তারা করা মনে সোয়াম الأفضال في ليلي وفي صبحي لأجلك كل خب خداوند نگهبانتون باشد. در حق ما در حق این برادر دعاگو باشین. انشاءالله که این یتیمان خرسند شدن، خیلی دعا کردن در حق این برادرم و شما هم نیز دعاگو باشین. خداوند یار و مددگارتان.